این گلی که دارید میبینید گل معمولی نیست. این گل یه گلی بود برام که درس بزرگی به هم داد. چند وقت پیش بود وقتی این گل رو تهیه کرده بودم، خیلی پژمرده و نحیف بود، طوری که داخل یه گلدون بیرنگ و رو رهاش کردم و نه بهش آبی دادم نه کودی براش تهیه کردم. خلاصه هر وقتم میدیدمش بهش میگفتم که رشد نمیکنه، یه روزی باید خشک بشه. امروز وقتی دیدم این گل داد از خودم ناراحت شدم بابت ناامیدی که بهش دادم و یه مدت رهاش کردم. ببین رفیق، ما هممون تو زندگیمون مثل این گلیم. مثل این گل آدمایی بودن ما رو طرد کردن، ما رو ناامید کردن، بهمون گفتن که تو نمیتونی. با تلاش الان تو روزی میرسه که همون آدمایی که تو رو رها کردن و باورت نداشتن از شکوفا شدن تو تعجب میکنن، مثل الان من. به خودت باور داشته باش که مطمئناً تو میتونی و مثل این گل رشد میکنی.